سلام و خسته نباشید دوستان عزیز، شما را خوش آمدید میگویم به یک ویدیو آموزشی دیگر از چینل ترکیه اواردز. در این ویدیو در مورد دانشگاه 19 مایس ترکیه برای شما عزیزان معلومات میدهم و میگویم که چطور از این پانتون از طریق ترانسکریپت مکتب قبولی بگیرید. اگر به این سوال ها آشنایی ندارید ویدیو را تا آخر تماشا کنید. سوال اول: دانشگاه 19 مایس در زمانی که جدیداً تأسیس شد چند دانشجو داشت؟ سوال دوم: عضو هیئت علمی دانشگاه چند نفر است؟ سوال سوم: آیا به همراه فیصدی مکتب ترانسکریپت می توانیم از این دانشگاه قبولی بگیریم؟ دانشگاه 19 مایس یک دانشگاه دولتی بزرگ است که در اول اپریل 1975 در شهر سامسون ترکیه تأسیس شد. پانتون 19 مایس ترکیه کدام زبان ها را دارا می باشد؟ زبان ترکی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی را دارا می باشد. اگر تا اینجا ویدیو را بیننده هستی ویدیو را لایک، سابسکرایب و زنگوله را فشار بده تا اولین شخصی باشی که از ویدیوهای چینل ترکیه اواردز آگاه شوی. دانشگاه 19 مایس در سال 1975 با 50 دانشجو شروع به تحصیل کرد. واحدهای دانشگاهی این دانشگاه به عبارت زیر می باشد: دانشگاه 19 مایس شامل 20 دانشکده، 5 مؤسسه، 13 هنرستان، 23 مرکز تحقیقاتی کاربردی فعال و دارای 2263 عضو هیئت علمی می باشد. رشته هایی که در پانتون 19 مایس تدریس می شود به عبارت زیر می باشد: رشته حقوق که در سال 2008 ماه 12 تاریخ 29 تأسیس شد. رشته مدیریت بازرگانی در 2016 ماه اول تاریخ 25 تأسیس شد. رشته علوم انسانی و اجتماعی در سال 1395 ماه اول تاریخ 25 تأسیس شد. رشته دندان پزشکی در سال 1392 ماه هفتم تاریخ 30 بنیانگذاری شد. رشته فارماسی و یا داروسازی در 2019 ماه ششم تاریخ 24 تأسیس شد. رشته تعلیم و تربیه در 1982 بنیانگذاری شد. رشته هنرهای زیبا در 1391 ماه سوم تاریخ 16 بنیانگذاری شد. رشته کشاورزی که در 1976 ماه هشتم تاریخ 31 تأسیس شد. رشته الهیات و یا شرعیات در 1976 تأسیس شد. رشته معماری در 2010 ماه دوم تاریخ 23 تأسیس شد. رشته طب در سال 1975 ماه چهارم تاریخ اول بنیانگذاری شد. رشته توریسم در 2011 ماه ششم تاریخ 15 بنیانگذاری شد. رشته تربیت بدنی در 2013 ماه هفتم تأسیس شد. قسم گفتیم پانتون 19 مایس دارای 20 رشته و یا دانشکده می باشد. با کدام سند می توانیم از این پانتون معتبر ترکیه قبولی بگیریم؟ از این 3 سند اگر یکیشان هم باشد همراه ما می توانیم قبولی اخذ کنیم. تریوز AGT که مخفف امریکان کالج تستینگ و سند سوم ترانسکریپت مکتب نمرات صنف 10 11 12. اگر یکی از این اسناد در اختیار ما باشد می توانیم از این پانتون معتبر ترکیه قبولی اخذ کنیم به همین آسانی. تشکر از این که تا آخر ویدیو بیننده بودید. به خاطر حمایت از ما چینل ترکیه اواردز را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی شما را به الله پاک می سپارم. خدا حافظ.